خب ببین ما 3 مدل پولیش داریم. بعضی برندها 4 مدل، یا سوپرشاین دادن یا سوپرکات دادن، مدل مختلف آنتی هولوگرام دادن. 3 مدل هم پولیشکاری داریم. یه ماشینی داریم مثل این قطعه ترکیده است، باید سنباده بشه. آقا من به شخص اعتقادی بر خمیر کلین ندارم، خودم سبک منه، به کسی کار ندارم، به من چه که دارن چی کار میکنن. خب یه دیتیلر حرفه‌ای، یه نقاش حرفه‌ای هنرش با سنباده‌شه، با سنباده‌ش خط می‌گیره. مگه تو با کلین می‌تونی خط بگیری؟ با سنباده نزنی خطا رو بگیری، بعد بیای پوست بره بزنی، عرضم به حضورت که بخوای خطا رو برداری رنگ ضعیف میشه. بگذارم به پولیش ما، پولیش زبره کات لایه بردار. به پولیش ما هم نورمال متوسط، تمام اینا هم خودشون عرضم به حضورتون اومده توضیح داده. کات گلس یعنی براقی دیگه. آره، کات هم که لایه برداری دیگه. کاتمون برای لایه برداری اول کار آنچنان براقیاتی نداره، داره ها، نه ولی اون چیزی که فکر کنید این شانه کارمون. شماره دومون هم کات داره، بهش میگم پولیش تک مرحله‌ای، هم گلس داره، یعنی هم لایه داره برم داره، هم براق میکنه. لایه برداریش به اندازه اون کات تک مرحله نیست، براقیتش هم عین اون فینیش دست آخر شاین آخر نیست، متوسط تک مرحله. ماشینمون خیلی ترکیده بود، میایم تمام مراحل رو میریم. سنباده 2000 میزنیم بهش، خیلی مال این سنباده رو میزنیم بهش. عرضم به حضورت که پولیش مرحله 1 کات با پد زبر کامل کار رو در میاری، کارتون میشوری، مجددا میای شماره 2 رو اجرا میکنی. بعد از شماره 2 عرضم به حضورت که شاین رو اجرا میکنی. اول روتاری با پد زبر، پولیش زبر. مرحله دوم در صورت نیاز روتاری میزنی، پولیش متوسط. اگر نه کارت خیلی خراب نبود، دیدی آقا با روتاری در اومد ولی تو می‌خواستی مرحله واسه سرامیک آماده‌اش کنی، میای با اوربیتال مرحله 2 رو اجرا کنی. دو با اوربیتال می‌زنی. مرحله 2 رو که با اوربیتال زدی، مجددا میشوری، خوش می‌کنی، یه چک می‌کنی ببینی کجاش خط و خش چیزی مونده، و بعدش میایم پولیش شاین رو اجرا می‌کنی که دیگه گلس دیگه براقیت پایان کاره. مرحله آخر میشه. مرحله آخر